خبری پخش شده مبنی بر اینکه سینا سرلک خواننده خوب کشورمون قراره تو سریال شاهزاده ترکی بخونه و این خب به نظر خیلی جذابه. با هم بریم ببینیم قضیه از چه قراره. به سلبریتی ابدا خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی‌های ترکی علاقه‌مندید حتما ما رو همراهی کنید. خب قسمت دوم سریال شاهزاده ترکی یا سناقلاما استانبول هم پخش شد و ما شاهد تفاوت‌هایی درش شدیم که یه جورایی در مقابل شاهزاده ایرانی قرار گرفته. بی مقدمه بریم سر اصل مطلب. فرهاد از پای چوبه اعدام برگشته و همه خوشحالن و دارن برای عروسی برنامه میچینن، اما این تازه اول داستانه. شهرزاد مثل همیشه میره پیش بزرگ آقا، دوباره ازش بابت نجات جون فرهاد تشکر میکنه و بزرگ آقا میگه یادت گفتی که جبران میکنی و اونجا خواستش رو با شهرزاد مطرح میکنه. بزرگ آقا میگه من وارثی برای خودم میخوام و دخترم بچه دار نمیشه. میخوام دختری برای دومادم بگیرم که وارثی برامون بیاره. من میخوام اون دختر تو باشی. اما شهرزاد واکنش بدی نشون میده و ناراحت میشه و میگه من با فرهاد نامزدم و دوست ندارم این حرف از اینجا بیرون بره. تو شاهزاده ایرانی ما این سکانس رو داریم، اما بزرگ آقا حرفی از شخص مورد نظرش به شهرزاد نمیگه و شهرزاد فقط چند تا سوال از بزرگ آقا میپرسه و اتفاقا گفتگوی عمیق در باب این موضوع بینشون شکل میگیره. سکانس نسبتاً ضعیف بعدی دیدار شهرزاد با فرهاده. شهرزاد بعد از گفتگو با بزرگ آقا و پی بردن به نیت اون کاملا آشفته است و تو دیدارش با فرهاد تو کافه یه حالت بگو مگو و دلخوری داره، در حالی که تو نسخه ایرانی این گفتگو بیشتر حالت دلجویی داره و شهرزاد فقط به بهبود حال فرهاد فکر میکنه و یک مکالمه به شدت قوی بینشون شکل میگیره. و اما سکانس بعدی که کاملا من درآوردیه روی فرهاد با قباده. فرهاد میره در خونه بزرگ آقا که باهاش حرف بزنه. شهرزاد هم میره همونجا تا جلوش رو بگیره. فرهاد با قباد روبرو میشه و گفتگویی بینشون شکل میگیره. قباد اونجا از زبان بدن شهرزاد متوجه میشه که چقدر عاشق فرهاده، چرا که شهرزاد و فرهاد به صورت تقریبا عاشقانه‌ای دست همدیگر رو میگیرن. ولی این سکانس به اصطلاح خوراک سریال‌های ترکیه و سکانس جذابی از آب در نیومده. تو سکانس های بعدی شهرزاد و فرهاد نقشه فرار به بورسا رو میکشن و اینجاست که فاهریه وارد عمل میشه. فاهریه اسم کاراکتریه که نقش اکرم رو بازی میکنه و دقیقاً همون کاری رو میکنه که باید و نقشه فرارشون رو به گوش بزرگ آقا میرسونه. تو سکانسی که شهرزاد از خونه فرار میکنه نامه ای رو برای خانواده‌اش میذاره و سرنوشت به اصطلاح نامعلوم نامه شاهزاده ایرانی در این سریال ترکی معلوم میشه. شهرزاد تو نامه به پدر و مادرش میگه که مجبور به این کاره چون فرهاد رو در این دنیا بیشتر از هر کسی و هر چیزی دوست داره. اما خبر جالبی که همزمان با این سریال پخش شده خوانندگی سینا سرلک برای این سریاله. ولی خب آیا ممکنه که یک خواننده فارسی برای یک سریال ترکی بخونه؟ اصلا واقعیت داره؟ با هم ببینیم قضیه چیه. در واقع سینا سرلک با انتشار تیزری از خوانندگی در نسخه دوبله شده ورژن ترکی شهرزاد با نام گریه نکن استانبول خبر داده، نه در خود سریال ترکی. این نسخه دوبله فارسی سریاله که از اول دی ماه در یک کانال ماهواره‌ای به اسم هوم پلاس منتشر خواهد شد. برای دوستانی که دوست دارن این سریال رو با زبان فارسی ببینن حتما پیشنهاد میکنیم که پیگیر این قضیه باشن. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم، امیدوارم که پسندیده باشید. حتما نقطه نظراتتون رو برامون بنویسید که همشون رو میخونیم و خیلی برامون ارزشمنده. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.